چطور بفهمیم تجهیزات مطب ما تو چه سطحی از کیفیت و دقت باشه برای ما کافیه؟ اگه خاطرتون باشه تو تعریف مدیریت خرید یه سری اصول که باید رعایت بشه رو گفتیم. مهمترین نکته تحلیل نیاز و نیازسنجیه. یعنی اینکه اول از هر چیز ببینیم مطب ما تخصصیه یا عمومی، و اگه مطب عمومی هست تمرکز مطبمون رو چه درمانیه. یعنی قراره بیشتر مثلا ایمپلنت انجام بدیم یا قراره صرفا کار ترمیمی زیبایی انجام بدیم. بر اساس تمرکز درمانی مطبمون یه لیست کامل از تجهیزات مورد نیاز و سطح کیفیتشون آماده میکنیم. بر فرض اگر قراره یه مطب تخصصی اندو راه اندازی بکنیم، قاعدتا لازمه که یه سری تجهیزات مثل اپکس فایندر، روتاری، گرافی و سنسور آرویجی و دستگاه‌های تخصصی دیگه با کیفیت بالاتری خریداری بشه. توجه کنید دوستان، وقتی میگیم تعیین سطح کیفیت، ابدا منظورمون خرید دستگاه بی کیفیت نیست. صرفا راجع به کیفیت نسبی متناسب با قیمت صحبت بکنیم. خب حالا ما لیست خریدمون آماده شده و میدونیم چه تجهیزاتی رو با چه سطح کیفیتی لازم داریم. حالا باید پروسه خریدمون رو مدیریت و برنامه‌ریزی بکنیم. این روند رو باید بر اساس معیارهایی مثل زمان، بودجه بندی، کنترل نقدینگی، قیمت و شرایط پرداخت سازماندهی بکنیم که هر کدوم از این معیارها رو تو پست بعدی کاملتر براتون توضیح میدیم. با ما همراه باشید.